نزدیکانت همیشه آنگونه که باید و انتظارش را داری از تو حمایت نمی کنند. شاید لطمه هم بزنند، اما قرار نیست تو در این دنیا بی پناه بمانی. کائنات غریبه هایی را سر راحت قرار می دهد که خیلی بیشتر حامی، مهربان و دلسوز توند. همانهایی که بی هیچ چشم داشتی دستت را می گیرند و در تاریک ترین لحظات برایت نور می آورند و بی آنکه خونی در رگ‌هایتان مشترک باشد مرهم دلت می شوند، آرام روحت می شوند. اما قبل از آنکه کائنات برای تو دست به کار شود، تو باید پا پیش بگذاری و برای دیگران همانی شوی که خودت نداشتی که دوست داشتی برای تو باشند. پناه بی پناهان شوی، کس بی کسان شوی و بعد بنشینی و به شگفتی هایی که دنیا برایت رقم میزند لبخند بزنی.